عزیزای دلم، نهال هستم. به کانال نهال تاروت خوش اومدید. امیدوارم که خوب و پر انرژی باشید. با یک انرژی خانی در رابطه با رازهای پنهان رابطتون اومدم در خدمت شما. قبل از اینکه فالو شروع کنم سابسکرایب کنید، انرژیتون با من همسو بشه. این فال برای اعضای کاناله، پس قبل از شروع فال سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا انرژیتون با من همسو بشه. کلمه عشق رو برای من کامنت بذارید و بریم ببینیم که توی این ارتباط چه خبره. میخوایم انرژی خانی که داشته باشیم در مورد این باشه که آیا شخص مورد نظر شما پنهانکاری داره توی رابطه؟ حرف دلش که به صورت پنهانی نگه داشته و به شما نمیگه چیه؟ چه رازهایی وجود داره؟ آیا حس واقعیشو بهتون نشون داده یا در خفا احساسش به شما و این رابطه متفاوت؟ پس نیت کنید، اسم طرف مقابل رو توی ذهنتون تکرار کنید و بریم از تاروت عزیز بپرسیم ببینیم که چه چیزهایی توی این رابطه هست. در ابتدا میخوام بدونم که آیا کیس عاطفی شما پنهانکاری میکنه؟ خیلی شیک و قشنگ در ابتدا همینجا به من پنهانکاری رو نشون میده که میگه ارتباط شما ارتباطیه که توش عشق و دوست داشتن هست، محبت هست، اما کیس عاطفیتون پنهانکاری هایی داره. این پنهانکاری ها بیشتر توی زمینه کاری و مالی این آدمه و تغییراتی روی روند زندگیش به وجود میاره. چالش هایی رو داره تجربه میکنه و همینطور روی مسائل خانوادگیش این آدم تنش ها و دغدغه های زیادی داره. انگار سختی های زیادی رو داره تجربه میکنه و نسبت به یه سری از موضوعات زندگیش دو به شکه. در حال حاضر دغدغه و مشکلاتی وجود داره براش توی همین مسائل مالی و کاریش که این آدم این موضوع رو پنهان نگه داشته و با شما مطرح نکرده و سعی میکنه توی رابطه عاطفی که با شما داره همه چیز رو خوب و قشنگ نشون بده. حتی خیلی وقتا اغراق میکنه توی خوب بودن شرایطش، یعنی ممکن شرایط مالیش خیلی بد باشه ولی این آدم برای اینکه شما رو نگه داره خیلی همه چیز خوب و فوق‌العاده نشون میده و تظاهر میکنه که خیلی آدم دارا و توانمندی هستش. از این جهت داره به شما دروغ میگه یه جورایی و پنهانکاری میکنه. در رابطه با احساسش میخوام ببینم که حس واقعیش رو به شما گفته یا در مورد احساسش هم پنهانکاری داشته. ببینیم که آیا این شخص حس واقعیش رو به شما گفته توی این رابطه؟ خب در رابطه با احساسش این شخص به شدت دودله نسبت به ارتباطش با شما و داره سعی میکنه که فعلا صبور باشه، رابطه رو جلو ببره تا ببینه حسش چه تغییری میکنه. در هم شکستگی ها و تنش های زیادی رو تجربه کرده. توی این ارتباط با شما اومده خیلی در باغ سبز نشون داده، خیلی صحبت های امیدوار کننده‌ای با شما داشته، خیلی حرفا زده که بتونه شما رو کنار خودش نگه داره، اما خودش هم از این حرفایی که زده مطمئن نیست و توی حال خیلی بدی میبینمش، توی بحران روحی، بحران عاطفی و فشارهای خیلی زیادیه خودش و اگر این حرفا رو به شما زده فقط برای اینه که شما رو کنار خودش نگه داره. من برای ایشون دغدغه و تنش‌هایی میبینم که مرتبط با مسائل کاری، مسائل قانونی یا حتی پروسه‌های دادگاهی میشه که به شدت خستش کرده، عصبیش کرده
و همین موضوع باعث شده که انرژیش نسبت به رابطه هم شدیداً افت بکنه و حتی برای یه سریاتون میبینم که پارتنرتون پشت کرده رفته یا پشت میکنه و میره، سرد میشه، خسته میشه. یه جورایی این سرد شدن علتش اینه که خسته است، توی تنشه، توی آشفتگیه و توی بلا تکلیفی گیر کرده و نمیدونه باید چه قدمی برداره، چه اقدامی داشته باشه برای اینکه حال و هواش بهبود پیدا بکنه. آیا این پنهانکاری فقط مربوط به مسائل کاری و مالی این آدم میشه یا شخص دیگه‌ای توی رابطه هست؟ ببینیم آیا شخص دیگه‌ای هم حضور داره توی این ارتباط به جز شما و ایشون ارتباط دیگه‌ای هم داره در حال حاضر؟ خب در حال حاضر میگه ایشون توی شرایط کارش شخصی در کنارش حضور داره که یه جورایی با هم همکار حساب میشن. همکارش میتونه باشه، کارمندش میتونه باشه، شخصی که مرتبط با مسیر کاریشه. توی طالع ایشون هست و با هم در ارتباطن. این ارتباط حتی توش ارتباط جنسی هم وجود داشته و با هم رابطه جنسی داشتن و بیشتر یه چیزی مثل دلگرمی، انرژی گرفتن یا حضور توی این فضا باعث شده که تمایل به این شخص داشته باشه و احساس و فکرش رو درگیر کرده. همین موضوع هم حتی باعث شده که فاصلش با شما بیشتر بشه و توی کار و توی فشارهای کاری خودش رو غرق بکنه. داره میگه این ارتباط یک بازه‌ای برای این آدم قدرت ایجاد میکنه، بهش توانایی میده که بخواد با سختی‌هاش مقابله بکنه، با این فشاری که بهش وارد شده مقابله بکنه. اما از یه جایی به بعد این قدرت افت میکنه، خسته میشه، ضعیف میشه و دچار فشار میشه و دوباره چشم انتظار تغییر میشه، چشم انتظار عوض شدن راهش میشه و یه جورایی انگار توی یک هچلی افتاده که نه راه پس داره نه راه پیش، به خاطر اینکه اون خانم یا اون آقا همکارشه و توی این همکاری این ارتباط شکل گرفته. حالا میتونه نه ارتباط رو تموم کنه نه میتونه ادامش بده و در رابطه با ارتباطش با شما دچار تنش فکری شده. خیلی خط و سوی ارتباطتون رفت به سمت اینکه تنش‌های زیادی درگیرش باشه. ببینیم که این ارتباط آیا پنهانکاری‌هاش تموم میشه و دوباره بهبود پیدا میکنه رابطه بین شما دو نفر و فقط شما دو نفر تو این رابطه باشید، یعنی ادامه ارتباط به صورت احساسی و خوب جلو میره. افسوس، غم و اندوه و تنش رو داره نشون میده. خب میگه این آدم پشیمونه، پریشون احواله و دغدغه‌های فکری زیادی رو تجربه کرده. نسبت به اقدامی که کرده بسیار پشیمون میشه و یاد عشقش با شما میفته. دوباره ارتباطتون رو با هم پررنگ میکنید، به سمت شما میاد، خبری ازش میشه و این بار وقتی میاد روی مسیر مالیش یکم تغییر ایجاد شده، تغییری که روند کاری و مالیش بهبود پیدا کرده، چه خانم چه آقا، و کمی خودش رو پیدا کرده، از اون دغدغه، از اون تنش، از اون ناراحتی خارج شده، جون دوباره گرفته و حالا میخواد بیاد از بلا تکلیفی، تنش، سردرگمی خودش و شما رو خارج کنه و شروع جدید با هم داشته باشید. شروعی که این بار دیگه نمیخواد اشتباهات گذشته رو تکرار بکنه. این بار میخواد راه رو با آرامش جلو ببره. این بار میخواد قدمی که برمیداره قدم محکمتری باشه و توی رابطه بیشتر بهش بتونی تکیه بکنی.
میخواد که حضور پررنگ خودش رو این بار به تو نشون بده. امیدوارم که همینطور باشه و بیاد و این عشق رو دوباره احیا بکنه، محبتش رو نشون بده، چون رابطه‌ای که قرار باشه با قطع و وصلی جلو بره، رابطه‌ای که به شما در باغ سبز نشون بده ولی نتونه بهش عمل بکنه، فقط غم و اندوه میاره و صبر کردن برای اینجور ارتباطات هدر دادن عمره. اما امیدوارم که این بار این شانس دوباره دادن به این آدم باعث بشه که شما بتونید یه رابطه شیرین رو با کسی که عاشقش هستید تجربه کنید. روز و روزگارتون خوش، پر انرژی باشید. برای دریافت فال شخصی میتونید به آیدی تلگرامم پیام بدید. خدا نگهدار.